همین الان که داری این ویدیو رو میبینی، یه نفر تو زندگیت هست که داره ذره ذره نابودت میکنه. و ترسناکترین قسمتش میدونی چیه؟ اینه که تو احتمالاً فکر میکنی اون صمیمیترین دوستته. اون به روت لبخند میزنه، تظاهر میکنه که براش مهمی. اما هر روز داره یه چیزی رو ازت میدزده. شادیت، آرامشت و انگیزت. و اگر همین الان مچش رو نگیری، یه روز صبح بیدار میشی و میبینی پوچ شدی، خسته‌ای و در هم شکستی و حتی نمیدونی چرا. توی این ویدیو میخوام دقیقاً بهت بگم این آدما کی هستن. چون وقتی بشناسیشون، تازه میتونی از خودت محافظت کنی. یادت باشه آدمای سمی با تابلوی خطر روی پیشونیشون وارد نمیشن. اونا خیلی بی صدا میان. اونا اولش خیلی نرمال به نظر میرسن. باهات میخندن، باهات وقت میگذرونن، حتی شاید بهت بگن خیلی دوستت دارن. اما زیر این ظاهر زیبا یه سم کشنده است. سمی که همون لحظه تو را نمیکشه، اما ذره ذره وجودت را خالی میکنه تا جایی که دیگه خودت را توی آینه هم نمیشناسی. اکثر آدما وقتی میفهمن که دیگه خیلی دیر شده، وقتی که اعتماد به نفس و آرامششون رو از دست دادن. اما حساب تو از بقیه جداست. چون تا آخر این ویدیو تو تبدیل به یه سمشناس حرفه‌ای میشی. پس بریم سراغ 7 تیپ شخصیتی که اگه از خودت دورشون نکنی، زندگیت رو جهنم میکنن. شماره 4 از همه خطرناکتره. نوع اول، گیج کننده ذهن یا گسلایتر. تا حالا شده با کسی حرف بزنی و بعد 5 دقیقه احساس کنی دیوونه شدی؟ با اینکه میدونی حق با توئه، اما ته بحث به خودت شک میکنی. اینا متخصص گیج کردن ذهن یا گسلایتینگ هستن. مثلا بهشون میگی فلان حرفت ناراحتم کرد. عوض اینکه معذرت خواهی کنن، میگن چقدر حساس و دراماتیکی تو. من که شوخی کردم. تو همیشه همه چی را بد برداشت میکنی. اما خطرش چیه؟ اینکه کم کم دیگه به حافظه و عقل خودت اعتماد نمی‌کنی. همیشه فکر می‌کنی مشکل از توئه. اگه کسی مدام کاری می‌کنه که به واقعیت ذهنی خودت شک کنی، اون داره مغزت را مسموم می‌کنه. رفیق واقعی وقتی اشتباه می‌کنه میپذیره و تو را دیوونه جلوه نمیده. نوع دوم، معتاد به جنجال. مطمئنم همین الان یه نفر اومد جلوی چشمت. کسی که هر روز یه بدبختی جدید داره. شنبه با مامانش دعوا شده. یک شنبه توی شرکت بهش خیانت شده و دوشنبه با همسایش بحث کرده. اولش دلت براش میسوزه. سعی میکنی کمک کنی. بعد از یه مدت میفهمی هیچ چیزی عوض نمیشه. جنجال‌های اون تمومی نداره. این آدم‌ها به دراما اعتیاد دارن. اگه زندگیشون آروم بشه، خودشون یه طوفان راه میندازن تا دیده بشن. وقتی از پیششون میای بیرون، انگار یه تریلی 18 چرخ از روت رد شده. یادت باشه زندگی تو فیلم سینمایی نیست که توش پر از لحظه‌های غم انگیز باشه. تو مجبور نیستی توی درامای اونا بازی کنی. آرامش تو ارزشمندتره. نوع سوم، قاتل رویاها. این مورد خیلی دردناکه، چون معمولاً از افرادیه که بهت خیلی نزدیکه. تصور کن با کلی ذوق میری پیشش و میگی میخوام فلان بیزینس را راه بندازم یا میخوام فلان هنر را یاد بگیرم. اونا با یه جمله شعله‌ات را خاموش میکنن. خیلی سخته بابا، تو که تجربهش رو نداری. فلانی انجام داد و شکست خورد، تو که دیگه جای خود داری. اینا نصیحت نمیکنن، دارن سرکوبت میکنن. میدونی چرا؟ چون خودشون جرأت انجام کارهای بزرگ را ندارن و میترسن تو موفق بشی و اونا عقب بمونن. نذار ترس اونا تبدیل به قفس تو بشه. نوع چهارم، رفیق نما یا مار خوشخط و خال. اینا خیلی خطرناکن، چون دقیقاً شبیه رفیقن. بهت میگن هرچی تو دلته به من بگو، من مثل کوه پشتتم. تو هم اعتماد میکنی و رازت را میگی. بعد یه روز میفهمی کل محله دارن درباره همون راز تو حرف میزنن. اونا از نقطه ضعف‌های تو استفاده میکنن تا خودشون رو جذاب نشون بدن یا بقیه را به خنده بندازن. خیانت وقتی از طرف دشمن باشه درد نداره، اما وقتی از طرف کسیه که بهش اعتماد داشتی، آدم را نابود میکنه. رفیق واقعی را توی عمل بشناس، نه توی حرفای قشنگ. نوع پنجم، خوناشام انرژی. وقتی باهاشون حرف میزنی، انگار یکی باتری وجودت را کشیده. فقط ناله، فقط شکایت، فقط انرژی منفی. تو برای اونها رفیق نیستید. تو سطل زباله احساسات اونها هستی. میان تمام آشغال‌های ذهنیشون رو خالی میکنن روی سر تو و خودشون سبک میشن و میرن. و تو میمونی و یه دنیا سنگینی. اونا دنبال راه حل نیستن. فقط میخوان یکی به غرغرهاشون گوش بده. پس مرز بذار. تو مسئول حال بد بقیه نیستی. نوع ششم، من مطلق یا خودشیفته.
داری از روز خوبت تعریف میکنی، وسط حرفت میپره و میگه این که چیزی نیست، من فلان کار رو یه بار انجام دادم. هر حرفی بزنی برمیگردونه به خودش. تو موفق شدی؟ میگه من که از این بزرگتر رو انجام دادم. اما وقتی تو مشکل داری، میگه الان وقت ندارم. ولی وقتی خودش نیاز داره، زنگ پشت زنگ. رابطه با این آدما جاده یه طرف است. اونا فقط وقتی هستن که بهت نیاز دارن. اما وقتی تو به کمک احتیاج داری، غیب میشن. توی دنیای اونا فقط یه نفر وجود داره، اون هم خودشونه. اگه توی مدار این آدما بمونی، اونقدر کوچیک میشی تا کلا محو بشی. تو لیاقت آدمایی را داری که برات وقت بذارن و واقعی به تو گوش بدن. نوع هفتم، استاد بعدهای تو خالی. فردا پولت رو پس میدم. حتما توی مراسمت میام. تنهات نمیذارن. این آدما مثل سراب توی کویر هستن. از دور میبینیشون و فکر میکنی نجات پیدا کردی. اما وقتی میرسی، فقط خاک و تشنگی. وعده‌های اونا باعث میشه تو زندگیت را متوقف کنی و منتظر اونا بمونی. در حالی که اونا هیچ وقت نمیان. آدم‌های ارزشمند با عملشون حرف میزنن، نه با قول‌های بزرگ. اگه الان حس میکنی زندگیت سنگینه، شاید مشکل از کار یا پول نباشه. شاید مشکل از آدماییه که دورت را گرفتن. این آدم‌های سمی دارن ذره ذره تو را نابود میکنن تا جایی که دیگه خودت را نشناسی. حذف کردن آدم‌های سمی بی‌ادبی نیست، خودخواهانه نیست. این یعنی عشق به خود. سلامت روان تو از هر رابطه‌ای مهمتره. تو حق داری آرامش داشته باشی. همین الان چشمات را ببند و به آدمای اطرافت فکر کن. کیه که وقتی اسمش روی گوشیت میفته استرس میگیری؟ کیه که بعد از دیدنش حالت بدتر میشه نه بهتر؟ اگه جوابت مثبته، وقتشه یه تجدید نظر جدی بکنی. حالا نوبت توئه. برام توی کامنت ها بنویس کدوم یکی از این 7 مورد تیپ شخصیتی بیشتر تو زندگیت وجود داشته. یا اگه موردی هست که من نگفتم، حتما اضافه کن تا بقیه هم یاد بگیرن. اگه این ویدیو چشمات را باز کرد، لایکش کن و برای اون دوستت که میدونی توی رابطه سمی گیر کرده بفرست. برای دیدن ویدیوهای بیشتر درباره رشد فردی و محافظت از خودت، حتما سابسکرایب کن و زنگوله را بزن. مراقب خودت و آرامشت باش. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.